حدیث صحیح بخاری است، حدیث صحیح است. ان الله یدنی المؤمن، اینجا الله میگه که الله نزدیک میشه به بنده مؤمن خود. چه قسم نزدیک میشه؟ به مو قسمی که به جلال و عظمت الله شایسته است. کیفیتش نمیفهم، سر کیفیتش بحث نمیکنه، مربوط غیب است. الله نزدیک میشه به بنده مؤمن خود، فیدع علیه کنفه، یعنی بنده خدا سبحان الله کنف، ما و شما الله را با مخلوق تشبیه نمی کنیم، مثل که میگه بنده خدا به مو قسم به جلال و عظمتش شایسته هست، میگه بنده خدا در آغوش خود میگیره، بنده موحد و یکتا پرست. و یستره و ایره می پوشانه، امرایش خلوت میکنه الله سبحان الله. فیقولو برش میگه الله برازی بنده خود میگه اتعرف ذنب کذا، اینی گناه را فلانی وقت فلانی منطقه کردی، به فلانی منطقه کردی دغه گناه وکړه، په یاد دیده؟ اتعرف ذنب کذا، آیا اینی گناهی که فلان وقت کردی به یادت است؟ باز گناه دیگه به یادش میره، میگه اتعرف ذنب کذا، اینی گناه دیگه که فلانی جای کردی به یادت است؟ فیقول بنده میگه نعم، بله پروردگارم، نعم ای رب، یا الله بله کردیم، سر بنده خم است، خجالت است، شرمنده هست از گناه هایی که مخفی و پت کرده و دیگه مخلوقات خبر ندارن، فقط الله سرش خبر است. حتی اذا قرره بذنوبه، تا ای که اقرار از این تمام گناهایش میگیره، یک گناه های از این اقرارش میگیره، فلانی وقتی اینی گناه را کردی، فلانی وقتی اینی گناه را کردی، فلانی وقتی اینی اشتباه را کردی، فلانی وقتی اینی کار را کردی. و رأى فی نفسه انه هلکی، بنده وقتی که سعی میکنه که یا الله کل گناه های من یکش الله حساب کرد بکنش، از دقیقش، از لحظهش، از جایش، از مکانش، از تنهاییش، از کل ازی چی میشه؟ و رأى فی نفسه انه هلک، خودش میگه والله هلاک شده، تباه شده، دیگر راه نجات نمان، کلش الله سرم اقرار گرفت. قال میگه الله سبحانه و تعالی برش میگه سترتها علیک فی الدنیا و انا اغفرها لك اليوم. ای بنده میفهمی که در دنیا من تو رسوا نکردم، سترت کردم، کل گناههای تو را من میفهمیدم که در فلانی اتاق مدر آمدی، در فلانی جای داخل میشدی و گناه میکردی و ما در امونجا میتانستم تو را رسوا کنم. سترتها علیک فی الدنیا، تو را در دنیا چی کردم؟ ستر کردم، رسوایت نکردم که مردم بیای سنگبارانت کنه، مردم بیای لعنتت کنه، بگه تو این گناه را کردی، سترت کردم. و انا اغفرها لك اليوم، و امروز هم برات مغفرت میکنم، امروز برو، در دنیا سترت کردم، حالا میبخشم، حالا برات چی میکنم؟ سترت میکنم، کس را خبر نمیذارم. فیعطا کتاب حسناته، الله غفور، الله رحمان، الله رحیم، الله متعال ببرکت ماه مبارکه بزرگ.
سترتها علیک فی الدنیا، ای بنده من گناه های تو را ستر کردم در دنیا. به مخلوقات رسوایت نکردم و انا اغفرها لك اليوم، و من این مغفرت میکنم بر تو امروز، حال میبخشم. فیعطا کتاب حسناته، بعد از این دفتر اعمال حسناتش داده میشه. و اما الكافر، و اما کافران و المنافقون، و کسایی که منافق هستند ظاهرشان یک قسم است و باطنشان دیگر قسم است، با الله راست نیستند، در اوامر الله صداقت ندارند، قلبشان با زبانشان با اعمالشان یک قسم نیست. فیقول الاشهاد، یا رسوا میشن، شاهدان صدا میکنن هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، اینا کسایی هستند که بالای پروردگار خود تکذیب کردن. الا آگاه باشین، لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله هست لعنت الله هست بر ظالمان، کسایی که سر نفس خود ظلم کردن، عقیده خود جور نکردن، ایمان خود جور نکردن، موالات و معادات با الله جور نکردن، حق بر مردم باطل گفتن، باطل بر مردم حق بیان کردن، آیات الله را بر مردم غلط تفسیر کردن، دین الله را بر مردم غلط گفتن، مردم به شرک مبتلا کردن. الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله هست بر کی؟ بالای ظالمان. و این گناه الله سبحانه و تعالی از او به گناهانش اعتراف میگیرد و بنده مومن خود را در معرض هلاک میبیند. آنگاه الله میفرماید در دنیا گناهانت را پوشانیدم، امروز نیز آنها را میپوشانم و مورد مغفرت خود قرار میدهم. این حدیث شریف یک بشارت بسیار خوب است، یک خوشخبری بسیار بزرگ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان بیان میکنند. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.